مگه میشه ندونست یک مجله با کیفیت یا نه و بعد بتونیم یک مقاله یا پایان‌نامه خوب بنویسیم یا مقاله‌مون رو جای خوبی منتشر کنیم؟ یکی از مواردی که به شدت حائز اهمیت سنجش کیفیت مجلاته که یکی از این معیارها معیار کیو هست که قراره توی این کلیپ در موردش صحبت کنیم. برای سنجش کیفیت مجلات معیارهای مختلفی وجود دارن، مثل ایمپکت فاکتور یا همین معیاری که میخوایم امروز در موردش صحبت کنیم، کیو. این معیار میتونه از سمت پایگاه‌های مختلفی ارائه بشه، از جمله اسکوپوس. حالا به چه صورته؟ این پایگاه میاد مجلات مورد تایید هر حوزه رو به 4 رده کیفی تقسیم بندی میکنه. میگه 25% برتر میشن Q1، 25% دوم میشه Q2، 25% سوم میشه Q3 و 25% آخر هم میشن Q4. پس طبیعتاً بهترین کیفیت ها توی Q1 هن و پایین ترین کیفیت رو هم مجلاتی دارن که Q4 هن. حالا هر حوزه تقسیم بندی خودشو داره. مثلا توی حوزه کشاورزی ما 100 تا مجله داریم. 25% اول که میشه 25 تا میشن Q1 و همینطور تا آخر که 25 تا آخر میشه Q4. و یا مثلا اگر توی حوزه نجوم ما 20 تا مجله داریم، 4 تاش میشه Q1، 4 تا Q2، 4 تا Q3 و 4 تا Q4. پس اگر کسی توی یک مجله Q1 مقاله خودش رو به انتشار برسونه، یعنی توی حوزه خودش جزء 25% برتره که طبیعتاً یک رزومه خیلی خوب برای اون فرد حساب میشه. حالا از کجا تشخیص بدیم یک مجله چه کیوی داره، کیفیتش چیه؟ خب یک سری مراجع و وبسایت وجود داره که ما میتونیم از اونها استفاده کنیم. اگر وارد این وبسایت ها بشیم و اسم مجله خودمون رو، حوزه خودمون رو جستجو کنیم، به راحتی میتونیم بفهمیم که اون مجله از چه وضعیتی برخورداره. امروز میخوام سایت سایمگو رو بهتون معرفی کنم. وارد این وبسایت بشیم و از اونجا ببینیم چطوری میشه کیوی مجلات حوزه‌های مختلف رو بررسی کرد. وارد این وبسایت بشیم ببینیم چطوری کار میکنه. اینجا من وارد وبسایت سایمگو شدم. نمای از این وبسایت رو میتونید مشاهده کنید به چه صورت هست. آدرسش این بالا مشخصه. من وارد تب ژورنال رنکینگ میشم. اینجا میتونیم به حسب موارد مختلفی اون دسته‌بندی خودمون رو داشته باشیم. بر حسب ایریای کلی، زمینه کلی میشه تقسیم بندی رو انجام داد و اون مجلات و منابع رو محدود کرد. اگر بخوایم کمی اون ایریا جزئی تر باشه، میتونیم وارد تب دوم بشیم و میبینیم که گزینه‌های خیلی بیشتری در دسترسه. میتونیم بر حسب کشوری که اون منابع رو منتشر میکنه محدود کنیم، بر حسب نوع اون منابع که خب اینجا هدف ما الان ژورنال هاست، من گزینه ژورنال انتخاب میکنم و همینطور بر حسب سالی که اون معیار ارائه شده. الان اینجا مجلات رو برای ما آورده توی همه زمینه ها. ستون اول تایتل، عنوان اون مجله مشخصه. ستون دوم تایپش مشخصه که خب ما انتخاب کردیم مجله باشه. SJR یکی از معیارهاییه که ما میتونیم بر حسب اون مجلات رو رده بندی کنیم. من الان روی همین معیار میذارم چون میخوام بر حسب کیو این مجلات رو داشته باشم به چه صورته. H index، ایمپکت فاکتور، معیارهای مختلف دیگه هم هستن که من حتما توی پست‌های آینده شیوه محاسبهشون رو بهتون توضیح میدم. اینجا روش الان مانور خاصی نمیدم. یک سری ستون دیگه هم هست که مثلا تعداد کل مقالاتی که اون مجله منتشر کرده، درصد نویسنده های خانوم و اینجور موارد که الان من نمیخوام روی اونا مانور بدم و اونقدر هم حائز اهمیت نیستن. معیارهایی که برای ما مهمه بیشتر همون SJR، H index، ایمپکت فاکتور و همین سه مورد بیشتر. اینجا حالا بر حسب همون SJR یا معیار کیوی ما این رده بندی انجام گرفته. الان من میخوام که توی یک حوزه خاص، مثلا حوزه، بیایم پایین یکی رو انتخاب کنیم، مثلا اکولوژی، ببینم توی حوزه اکولوژی یک مجله Q1 Q2 به چه صورته. اصلا ببینم چند تا مجله Q1 داریم، چند تا مجله Q2 داریم، بتونم مجله پیدا کنم. خب این کار رو انجام میدم. اکولوژی رو انتخاب میکنم، معیار رو روی SJR میذارم. الان میتونم که مجلات رو از بالاترین کیفیت تا پایین ترین کیفیت رده بندی کنم. نگاه کنین، بیشتر امتیاز مثلا مربوط به
این مجله هست که Q1. اگر بیام پایین خب امتیازش کم میشه، اما همچنان Q1. همونطور که گفتم 25% اول میشن Q1، ولی توی اون 25% اول هم خب یک مجله بالاتره، یک مجله پایینتره. مثلا یکی جزء 1% برتره، یکی نه، مثلا اون لبه مرزی 25%. خب بر حسب این موارد، بر حسب این امتیازها میشه مشخص بشه. نگاه کنین مثلا اینجا الان ما 463 تا مقاله داریم که میتونیم بینشون جستجو رو انجام بدیم. طبیعتاً 25% میشن Q1، 25% Q2 و همینطور تا آخر. اینجا نگاه کنین از ژورنال 114 به بعد Q2 ها شروع شدن. باز همینجور اگر بریم Q3 Q4 مشخص میشن که دیگه خب همینطور بعد صفحات بعدی رفت و اون نوع مجلات رو هم پیدا کرد. الان من اگر روی یک مجله کلیک کنم و وارد بشم میتونم جزئیات بیشتری در مورد اون مجله پیدا کنم. یک توضیحی هم بدم، کنار بعضی از این اسامی مجلات علامت قفل بازه. این به معنای اوپن اکسس بودن اون مجله است که مجلات اوپن اکسس مجلاتی هستند که عموماً خواننده میتونه مقالات اون مجله رو رایگان مطالعه کنه. برای این مجلات کلوز اکسس ما اگر بخوایم مقالاتشون رو مطالعه کنیم یک هزینه پرداخت کنیم. حالا اگر دانشجو باشیم توی خارج از کشور، خب اون دانشگاه هزینه‌اش رو پرداخت میکنه. برای دانشجوهای داخل کشورم بعضی از دانشگاه‌ها یک سری خدماتی دارن که اگر مجله اوپن اکسس هم نباشه، یعنی کلوز اکسس باشه، به هر حال یک جوری اون مقالات رو براتون فراهم میکنن. اگر لینکش رو به کتابخونه دانشگاه بدید معمولا اون مقاله رو بهتون میدن و دیگه نیاز نیست هزینه‌ای پرداخت کنید. اما به صورت کلی خب اون دانشگاه داره هزینه‌ش رو میده چون کلوز اکسسه. اما این اوپن اکسس ها که قفل باز داره برای خواننده بهتره، چون که مقالات اون مجله دیگه رایگانه برای خوندن. نه دانشگاه میخواد پول بده، نه شما میخواید پول بدید و کاملا رایگانه. البته معمولا نویسنده ها برای اینکه بخوان مقالهشون رو توی همچین مجله‌ای منتشر کنن باید پول بدن. یعنی در واقع برعکس میشه، توی کلوز اکسس خواننده پول میده، توی اوپن اکسس این نویسنده است که داره اون هزینه رو پرداخت میکنه. حالا من وارد اون مجله‌ای که انتخاب کردم میشم. توی این صفحه هم دیگه تبلیغات زیاده، کلا این وبسایتش یک سری تبلیغات داره دیگه. موارد مختلف اینجا پیدا میشه، مثلا کشوری که اون مجله رو منتشر میکنه، اون ایریایی که توش فعاله، پابلیشرش کی هست، ناشرش کیه که خب ما ناشرین مختلفی داریم و اینجا اون ناشر رو ذکر میکنه کی هست. اچ ایندکس اون مجله چنده که گفتم این پارامترهای مختلف رو توی پست‌های آینده حتما بهتون توضیح میدم. کد مجله، در چه سالهایی منتشر شده، اینجور جزئیات اینجا ذکر میشه. و اینجا اگر بیایم پایین میتونیم کیفیت مجله رو توی حوزه‌های مختلفی نگاه کنیم. به هر حال هر مجله توی حوزه‌های مختلفی فعاله. درسته که ما الان به حسب اکولوژی سورت کردیم، ولی این مجله علاوه بر اکولوژی توی حوزه‌های مختلف دیگه هم فعال هست. توی اون اکولوژی که ما انتخاب کردیم Q1، ولی توی حوزه‌های مختلف دیگه خب میتونه کیفیتش متفاوت باشه. مثلا یک مجله تو حوزه انرژی فعاله، خب هم انرژی خورشیدی، هم انرژی بادی، هم انرژی زمینگرمایی. میتونه توی انرژی خورشیدیش Q1 باشه، توی بادیش Q2 باشه، توی زمینگرماییش Q3 باشه. الزامی نداره که اگر توی یک حوزه Q1 توی حوزه دیگه‌ای همون مجله هم باید حتما Q1 باشه. نه، میتونه Q3 Q4 یا هر چیز دیگه‌ای باشه. اما عموما اگر توی یک حوزه Q1 باشه توی حوزه‌های دیگه هم اونقدر Qش پایین نمیره، حد اکثر مثلا میشه Q2 که اینجا هم میبینید در خیلی از حوزه‌ها Q1 توی یکی از حوزه‌ها به صورت Q2 هست. و میتونیم که کیفیت اون مجله رو Qش رو در سالهای مختلف ببینیم، چون هر سال خب این کیفیت‌ها دوباره بازنگری میشه توش و میتونه یک مجله Q1 باشه بشه Q2 یا Q2 باشه بشه Q3، Q3 بشه Q1 یا هر حالت دیگه‌ای. پس حتما دقت کنید که در طول زمان عملکرد اون مجله به چه حالتی بوده. سعی کنید مجلاتی رو انتخاب کنید
که در طول بازی طولانی یک عملکرد قابل قبولی داشته. مثلا این مجله توی سالهای مختلفی Q1 بوده و نشون میده کیفیت خوبی داره. اما اگر سالهای قبلش همش Q2, Q3 و 4 بود ولی سال آخر Q1 بود، زیاد نمیشه بهش اعتماد کرد، چون احتمال داره که سال بعدش دوباره این معیار پایین اومده باشه و عملکردش ضعیف شده باشه. ولی وقتی که اینجوری در سالهای مختلف عملکرد خوبی داشته، میتونی پیش بینی کنی که در آینده هم نسبتاً عملکرد قابل قبولی خواهد داشت. اگر پایین تر بیایم، یک سری پارامترهای دیگه هم اینجا هست که گفتم زیاد اونقدر برای ما حائز اهمیت نیست و اونایی که اهمیت داره رو من در پست‌های آینده بهتون توضیح میدم. خود معیار SJR رو داره نشون میده، تعداد کل مقالاتی که این مجله منتشر کرده، مثلا چقدر این مقالات مجله به خودشون سایتیشن دادن، به دیگر مقالات سایتیشن دادن، چقدر همکاری بین‌المللی داشته، چقدر نویسنده زن داشته. میگم اینجور پارامترها دیگه اونقدر برای ما حائز اهمیت نیست و معیارهایی که بیشتر ما در نظر میگیریم کیو و ایمپکت فاکتورشه. مثلا من یک مجله دیگر رو باز کنم، اینجا نگاه کنین، دوباره همون پارامترهای مختلف اینجا هست. اینجا کیفیتش رو توی حوزه‌های مختلف نشون داده. اکولوژی مثلا یک سری سالها Q1 بوده، Q2 شده، دوباره Q1 بوده، دوباره Q2 شده. توی سایر حوزه‌ها هم کیفیتش رو نشون میده که به چه حالت هست. بیام پایین‌تر دوباره میتونم پارامترهای دیگر رو هم با هم دیگه مقایسه کنم. هر حوزه دیگر رو هم که انتخاب کنم به همین حالته. مثلا من بیام تو صفحه قبلی اینجا یک حوزه دیگر رو انتخاب کنم، میزنم انرژی، دوباره به همون صورت مجلات از Q1 تا Q4 برای من رده بندی میشن. اینجا نگاه کنیم، مثلا 239 تا مجله وجود داره. نگاه کنین از مجله 63 به بعد Q2 ها شروع میشن. مثلا من اینجا اینو انتخاب کنم، دوباره اون پارامترهای مختلف و کیفیتش در طول سالهای متفاوت مشخصه. همونطور که دیدی به همین راحتی میشه کیفیت مجلات رو فهمید و مجله هدفمون رو بهتر انتخاب کنیم. اینجوری میتونیم هم مقاله خودمون رو جای بهتری منتشر کنیم، هم موقع نگارش مرور ادبیات مقاله و پایان نامه از منابع با کیفیت تری استفاده کنیم، منابعی که ترجیحاً توی مجلات Q1 به انتشار رسیدن. البته سایر پارامترها هم اهمیت دارن که اون پارامترها رو توی پست‌های بعدی حتما معرفی میکنم.